بانک تلر میشه اون کسی که توی باجه بانک کار میکنه و کاستمر هم که میشه همون مشتری. Which role are you gonna take? I'll be the bank teller today. Okay, Anthony is the bank teller. Hello, how can I help you today? I would like to open a new checking account. میگه من چجوری میتونم کمکتون بکنم؟ من میخوام یه دونه checking account باز بکنم، یه حساب جاری باز بکنم. Great. Do you have your ID and proof of address? Yes, here they are. So میگه که آیا شما بانک اکانتی باز بکنیم یه سری ID میخوام، یعنی چیزی که مثلا مشخص بکنه که هویتتون چیه، و proof of address یعنی اثبات بکنه که آدرستون کجاست. معمولا میتونی از بیلای مثلا آب، برق، این چیزا استفاده بکنی، یا مثلا اگه توی گواهینامه‌تون آدرس رو داشته باشه اون یه proof of address حساب میشه. Perfect. Let me get you